سلام دوستان، من زهرا جوان هستم. به دنیای معماری مهندسی ما خوش اومدین. تا اینجای کار توی کانالمون یه عالمه شورت ویدیوهای آموزشی دکوراسیون براتون قرار دادیم. گفتیم که به عنوان اولین ویدیو رسمی کانالمون بیایم هم خودمون رو معرفی بکنیم، همین که یه کوچولو شما بیشتر با ما آشنا بشید. بریم سراغ این که من اصلا برای چی معماری انتخاب کردم، چی شد که توی این مسیر قرار گرفتم. شاید این ویدیو جذاب باشه برای خیلی‌ها که دوست دارن میان رشته معماری و انتخاب رشتهشون رو انجام بدن. شاید بتونم راهنمایی خیلی بزرگی بکنم و یه جورایی مسیرشون رو براشون روشن بکنم. اصلا چی شد که من معماری انتخاب کردم؟ پدر مادر من، مخصوصا بابام، مثل همه پدر مادرای ایرانی اینجوری بود که حتما باید که ریاضی فیزیک بخونیم. و چون من بچگی اینجوری بودم که میگفتم پزشکی اصلا خوشم نمیاد، میگفتش که خب میخوای معماری بخونی، معماری رو دوست داری، برو از ریاضی مدرسه تو ریاضی بخون، بعد برو دانشگاه مثلا معماری انتخاب بکن. کلی تحقیق کردیم، بابام رفت منو حتی مدرسه هم ثبت نام کرد و این حرفا، ولی تحقیق کردم از چند نفری که حالا این رشته رو خونده بودن یا حتی هنرستان رفته بودن، رشته‌های هنری خونده بودن، همشون گفتن کسایی که اومدن مهندسی رو از هنرستان، مهندسی معماری هنرستان خوندن و هنرستان وارد شدن، از اونجایی که 4 سال بیشتر از بچه‌های دانشگاهی ریاضی درس خوندن خیلی واردترن، خیلی چیزا رو بهتر میدونن و کار براشون یه جوری راحت‌تره. که اومدیم شروع کردیم با بابامون حرف زدن، یه عالمه اینور اونور تونستیم راضیش بکنیم که من از هنرستان برم توی رشته معماری انتخاب کردم. البته نمره‌های ریاضی فیزیک هم خیلی خوب بود، هرچند که الان یه ذره ریاضیم ضعیفه و یه چیزایی اصلا یادم نمیاد، ولی خب کلا اولویت اولم همون ریاضی فیزیک بود. دیگه خلاصه راضی کردیم و ما رفتیم هنرستان اطراف رو گشتیم. اطرافمون هم اصلا هنرستان دولتی نبود، مجبور شدیم اومدیم هنرستان غیر انتفاعی نوشتیم نزدیک خونمون، ولی غیر انتفاعی که توی لیگ مدارس دولتی کار میکرد. یعنی قشنگ یادمه که یکی معلمامون با نمره 9.75 که بچه‌ها رو تو عربی انداخت و شهریور دوستمون رفت امتحان داد. اینجوری نبود که اصلا نمره بدن. رفتیم هنرستان و شروع کردیم رشته معماری رو تحصیل کردن. خیلی علاقه داشتم، نفر اول کلاسم بودم. شما هنوزم پیجام معلمام دارن، هنوز هم کارامو دارن نگاه میکنن، همشون تایید میکنن. خلاصه که درسمون هم خوب بود و شروع کردیم به خوندن. ولی قبل از اینکه هنرستان ثبت نام کنم، از اونجایی که برادرم هم معماری خوند ولی خب تو دانشگاه ادامه نداد، بابام اینجوری بود که اون موقع سر داتاشم خیلی کمکش میکرد، خیلی شبا باهاش بیدار میمون، ماکت میساخت، به من اتمام حجت کرد. شکلی بود که میخوای بری هنرستان رو من هیچ حسابی باز نکن، خودت هر کاری داری و نداری باید خودت انجام بدی. گفتم من قراره کمک بگیرم و این شکلی شد که راضی شد که من رفتم هنرستان ثبت نام کردم. رفتیم شروع کردیم به درس خوندن و درسم هم همونطور که گفتم خوب بود و تا سال سوم یه المپیاد برگزار شد بین مدارس هنرستانی کرج. از کرج مثلا قبول می‌شدن، دونه مرحله به مرحله میرفتن استانی کشوری. المپیاد معماری بود، بچهای معماری مسابقه داشتن با هم دیگه. رفتیم اونجا شرکت کردم، معلمام خیلی از درسم راضی بودن. بعد توی کارهای عملی هم مثل الانیا نبودن که همه کارامون با نرم افزار باشه. توی مثلا درس اتوکد که کار با نرم افزار، آموزش نرم افزار اتوکد بود، چرا ما همون زنگ و همون تایم و با نرم افزار و سیستم و اینا کار میکردیم، ولی بقیه کارامون ترسیم فنی و نقشه کشیامون همش با دست بود. ورقه های آدو، من هنوز آلبومامو دارم، آلبومای بزرگ ورقه های آدو میذاشتیم، شروع میکردیم به کشیدن، همه کارامون رو با دست میکشیدیم. تمیزی واسه معلممون خیلی مهم بود، خانم امیری خیلی خیلی مهم بود و وسواس کاری داشتش. به من گفت میری المپیاد و قبول میشی، نفر اول میشی اونجا، میای، من مطمئنم. رفتم شرکت کردم. انقدر من اون روز استرس داشتم، جو خیلی سنگینی بود، همه بچه‌ها برای رقابت اومده بودن، یه جو خیلی خیلی سنگینی بود. انقدر من تپش قلبم رفته بود بالا که واقعا دلم می‌خواست از اون محیط بزنم بیرون، بگم آقا من نمیخوام شرکت کنم. مرحله اول گذروندیم، من با استرس خیلی شدید تایم کم آوردم. رفتیم تو قسمت ماکت سازی، اونجا باز استرس خیلی شدید. خلاصه این المپیاده یه جورایی گذشت و ما اون کلاس ها و اون تایمی که بعد اونجا امتحان میدادیم ماکت سازی و نقشه کشی و همه کاراش انجام دادیم.
نفر سوم شدم توی استان. جا بود من تازه پدرم فهمید که وقتی به یه رشته علاقه داری، صد تو که بذاری بهترین نتایج هم میتونی بگیری. و حرف من همیشه به افرادی که میخوان تعیین رشته بکنن، همیشه به افرادی که میخوان انتخاب رشته بکنن و مسیر زندگیشون رو یه جورایی مشخص بکنن اینه که دنبال علاقت برو. مهم نیست که حتما بابات چی میخواد، مامانت چی میخواد، از چه مسیری برسی. مهم اینه که تو به اون علاقت، دنبال اون علاقت رفتی، توی اون مسیر علاقت قرار گرفتی. همین باعث میشه که واقعا خستگیشون رو بتونی بپذیری و قابل حل باشه برات. خلاصه کلام، چه دانشگاه آزاد، چه دولتی، چه غیر انتفاعی فرقی نمیکنه. وقتی علاقت باشه، صدتو که بذاری یه نتیجه مطلوب میگیری. و سعی کنید که تو دوران دانش آموزیتون، من این کارو نکردم ولی شما حتما این کارو انجام بدین، تو دوران دانشجوییتون سعی کنید پروژه های مختلف رو بگیرید، حتی شده رایگان انجام بدید، کارآموزی برید. رایگان برای کسی کارآموزی بکنید هیچ اشکالی نداره، تجربه کسب میکنید. توی اون دوره‌ای که دانشجویید و خب دارید درس دانشگاهتون رو میکنید، پروژه دانشجویی هم شده قبول کنید. اجازه بدید که چه توی نرم افزار چه تو طراحی دستتون را بیفته. خیلی کمکتون میکنه. هزینه‌ای که دریافت میکنید هزینه ناچیزیه. خیلی وقتا کارآموزی میرید، کار میکنید، واقعا پولی بهتون نمیدن، ولی تجربه که کسب میکنید خیلی مهمه و خیلی توی مسیر کاری و شغلی و آیندهتون میتونه بهتون کمک بکنه. خب بچه‌ها، خیلی سعی کردم تو اولین ویدیو حوصله‌تون رو سر نبرم و خیلی خلاصه یه بیوگرافی کلی از زندگیم و مسیر کاری رو بهتون ارائه بدم و باهاتون به اشتراک بذارم. امیدوارم که بهترین انتخابا رو توی زندگیتون داشته باشید. اگر که تعیین رشته می‌خواید بکنید، انتخاب رشته بکنید، بهترینا براتون اتفاق بیفته. خوشحال میشم کانال سابسکرایب بکنید، همراهمون باشید. کلی اتفاقای خفن تو راهه. ممنونم که تا اینجا همراهمون بودید.